گاهی یه داستان ساده میتونه مسیر زندگی آدم رو برای همیشه عوض کنه. میخوام از مادرم براتون بگم. زنی که وقتی من به دنیا اومدم 42 سالش بود و تازه همون موقع تصمیم گرفت برای اولین بار در زندگیش ورزش کنه. اول فقط دور یه بلوک کوچیک میدوید، بعد شد 5 کیلومتر، بعد 10 کیلومتر، بعدش یه ماراتون کامل و در نهایت وقتی 57 سالش شد داشت از شیب‌های تند بالا میرفت تا به کمپ پایه اورست برسه. زنی که از هیچ با ارادش همه چیز ساخت. و حالا بذار از پدرم بگم. اون همیشه منو با خودش به کلاس‌های علوم میبرد. همون مردی که بعدتر معلم حسابانم هم شد و من نوجوان از خجالت میخواستم زیر نیمکت قایم شم. ولی چیزی که از اون یاد گرفتم یه چیز خیلی مهمتر از معادله ها بود. از پدرم یاد گرفتم ارزش علم رو بدونم و از مادرم یاد گرفتم قدر سلامتی رو. همین دوتا شدن قطب نما و مسیر زندگیم. اما بین همه درس هایی که ازشون گرفتم یه چیز همیشه ذهنم رو مشغول کرد. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که یه اپیدمی خاموش در حال گسترشه. نه ابولا، نه ویروس جدید، بلکه یه بیماری جهانی به اسم زندگی ناسالم. نصف میلیارد نفر در جهان دچار چاقی مفرطن. و جالبه بدونید با اینکه 50 سال از گزارش معروف جراح کل آمریکا درباره مضرات سیگار گذشته، هنوز بیش از 1 میلیارد نفر تو دنیا سیگار میکشن. چاقی و سیگار دوتا از اصلی ترین دلایل مرگ زودرسن. اما نکته اینجاست، بیشتر این مرگ ها قابل پیشگیری هن. پس چرا نمیتونیم جلوی خودمونو بگیریم؟ چرا با اینکه میدونیم نباید باز هم انجامش میدیم؟ انگار یه پازل پیچیده است. بخشیش برمیگرده به ژنتیک، بخشی به شیمی مغز و انتقال دهنده ها و بخشی هم به محیط، به تأثیر دوستا، خانواده یا رسانه ها. ولی یه تیکه از این پازل هست که به خود ما مربوطه. اونجایی که تصمیم میگیریم با میل و وسوسه هامون چه کنیم. اونجایی که انتخاب میکنیم تسلیمشون بشیم یا نه. اینجاست که یه علم جدید وارد میشه. علمی به اسم پذیرش. و در قلب این علم یه مفهوم ساده ولی قدرتمند وجود داره. میل داشتن بدون عمل کردن. بهش میگن آمادگی در برابر میل. بذار یه چیزی رو روشن بگم. منظورم از کنترل نفس اون چیزی نیست که همیشه بهت گفتن. من از اراده آهنین حرف نمیزنم. از سرکوب میل ها یا نادیده گرفتنشون هم نه. من از یه مفهوم متفاوت صحبت میکنم. از رها کردن مبارزه. علم جدیدی هست به اسم رفتار درمانی پذیرشی و تعهدی. در این روش به جای اینکه با میل هامون بجنگیم، یاد میگیریم اونا رو ببینیم، حس کنیم، ولی لزوماً دنبالشون نریم. بهش میگن willingness، یعنی آمادگی برای داشتن میل بدون اینکه اسیرش بشی. خود من وقتی اولین بار شنیدم باورم نشد. یه دوستی داشتم یه روز یه کتاب آورد، گفت جاناتان این کتاب زندگیت رو عوض میکنه. منم مثل خیلیا گفتم آره بابا، باز یه مش حرف روانشناسیه. کتابو گذاشتم کنار، رفتم دنبال کار خودم. چند سال بعد همسرم منو کشون به یه کارگاه در دانشگاه واشنگتن. موضوعش همون پذیرش میل بود و اونجا بود که واقعا شکستم. یعنی یه چیزی درونم شکست، نه از ضعف، از درک. حرفاشون منطقی، ساده و عمیق بود. اونجا فهمیدم کنترل واقعی یعنی اجازه بدی میل بیاد و بره بدون اینکه هر بار باش بجنگی. بذار یه مثال بزنم. تو بیشتر روش‌های ترک سیگار یا رژیم غذایی بهت میگن وسوسه‌ت رو خاموش کن. حواستو پرت کن، بهش فکر نکن. یعنی باید ذهنت رو خاموش کنی. اما واقعیت اینه که نمیتونی خاموشش کنی. هرچی بیشتر سعی کنی نبینیش، قوی‌تر میشه. مثلا یه لحظه به یه چیز خوشمزه فکر کن. بوی نون تازه، یه کوکی داغ از فر اومده بیرون. الان بگو نه، نباید فکر کنم، چی میشه؟ میل شدیدتر میشه. چون ذهن آدم وقتی چیزی رو منع میکنی بیشتر دنبالش میگرده. حالا تصور کن اگه به جای خاموش کردنش فقط اجازه بدی باشه، بدون قضاوت، بدون ترس.
یه قدم عقب‌تر بایستی و فقط حسش کنی. یه جور آشتی با میل. تو پژوهشگاه سرطان فرد هاچینسون در سیاتل ما شروع کردیم به بررسی اینکه آیا این روش واقعاً جواب میده یا نه. آزمایش‌های مختلفی انجام دادیم، به صورت حضوری، تلفنی و حتی از طریق اپلیکیشن‌هایی مثل سمارت کویت و وب کویت و نتایج شگفت‌انگیز بودن. در 6 آزمایش علمی آدمایی که فقط سعی می‌کردن میل رو نادیده بگیرن درصد کمی موفق شدن. اما اونایی که پذیرش میل رو یاد گرفته بودن احتمال موفقیتشون 2 برابر شد. فکر کن فقط با تغییر زاویه نگاهت به وسوسه‌هات 2 برابر شانس موفقیت پیدا میکنی. بدون جنگ، بدون سرزنش، فقط با آگاهی. میخوام از یه نفر براتون بگم. اسمش رو بذاریم جین. نه چون یه نفر خاصه، بلکه چون هزاران نفر مثل اون وجود دارن. جین زنی 45 ساله بود که از نوجوانی سیگار میکشید. چند بار تلاش کرده بود ترک کنه، هیچ وقت موفق نشده بود. بار آخر که اومد پیشم ناامید بود، اما توی چشماش هنوز یه جرقه کوچیک امید بود، همون چیزی که باعث شد بمونه و امتحان کنه. اولین چیزی که بهش گفتم ساده بود. میخوام فقط میل‌هات رو حس کنی، نه سرکوبشون، نه جنگیدن باشون، فقط ببینشون. گفتم ردشون رو تو بدنت دنبال کن، بنویسشون، ببین از کجا شروع میشن، چقدر شدت میگیرن و کی فروکش میکنن. وسط حرفم نگاهم کرد و گفت من اصلا میل ندارم، فقط سیگار میکشم. لبخند زدم و گفتم باشه، پس فقط امتحانش کن، اگه جواب نداد یه راه دیگه میری. یه هفته بعد برگشت، گفت دارم وسوسه هامو یادداشت میکنم، ولی حالا بدتر شده. هر لحظه دارم به سیگار فکر میکنم. اینجا معمولا آدم فکر میکنه شکست خورده، ولی در واقع تازه شروع کرده به آگاه شدن. چون بیشتر ما زندگیمون رو تو حالت خودکار میگذرونیم. صبح بیدار میشیم، یه سیگار، یه قهوه، پشت فرمون یه سیگار دیگه، بدون اینکه حتی متوجه بشیم چرا. بهش گفتم این خوبه، چون داری بیدار میشی. حالا بیا یه تمرین ساده انجام بدیم. گفتم هر بار که فکری میاد، مثل خیلی استرس دارم باید یه سیگار بکشم، بهش اضافه کن من دارم به این فکر میکنم که باید یه سیگار بکشم. و بعد یه قدم دیگه، من دارم متوجه میشم که دارم به این فکر میکنم. میدونی چی میشه وقتی اینو میگی؟ بین خودت و فکرت یه فاصله کوچیک باز میکنی، یه فضای انتخاب. تو دیگه اون فکر نیستی، فقط ناظرشی و اون لحظه تو آزادی. منم همین تمرین رو الان انجام دادم. با خودم گفتم من دارم فکر میکنم، شاید دارم همتون رو خسته میکنم، ولی چون فقط یه فکره نیازی نیست بهش عمل کنم. این فضا همون جاییه که کنترل واقعی اتفاق میفته. اما جین هنوز یه مانع بزرگ داشت. اون احساس شرم از این که هنوز سیگار میکشید، از نگاه بقیه، از سرزنش شوهرش، از نفرت خودش، و دردناکتر از همه این بود که برای فرار از همین شرم با سیگار میکشید. یه چرخه بی پایان. بهش گفتم اگه دوست صمیمیت همین حسو داشت چی بهش میگفتی؟ گفت میگفتم اشکالی نداره، هنوز وقت هست، تو ارزشمندی. گفتم همون رو به خودت بگو جین، با همون مهربونی. اون لحظه فقط سکوت کرد، اما توی اون سکوت یه چیز تازه متولد شد، مهربونی نسبت به خودش. و همین گام اول آزادی بود. میدونی راز واقعی کنترل نفس چیه؟ برخلاف چیزی که سالها به ما گفتن، کنترل نفس یعنی دست برداشتن از کنترل. عجیبه نه؟ اما بذار برات توضیح بدم. تصور کن یه طناب داری و اون سر طناب یه موجود به اسم هیولای وسوسه. هر بار که بهت میگه بیا یه سیگار بکش، بیا یه تیکه دیگه بخور، فقط یه بار اشکال نداره، تو از اون طرف طناب میکشی و میگی نه، نباید، من قویم، من نمیخوام. اما هیولای وسوسه ولکن نیست، بیشتر فشار میاره و تو هم بیشتر مقاومت میکنی و در نهایت خسته میشی. طناب از دستت در میره، تو میبازی و اون پیروز میشه. اما یه راه دیگه هم هست. طنابو بنداز، بذار اون هیولا همونجا باشه، بذار فریاد بزنه، وسوسه کنه، وسوسش بالا و پایین بشه، ولی تو فقط ببینش، حسش کن.
بدون اینکه دنبالش بریم. میدونی چی میشه وقتی تناب رو ول میکنی؟ اون هیولا برخلاف تصورت کوچیک میشه، چون قدرتش از مبارزه تو تغذیه میکرد و حالا که دیگه نمیجنگی چیزی برای خوردن نداره، آروم میگیره، ناپدید میشه. همین یه کار کوچیک، ول کردن تناب، میتونه زندگیت رو از نو بسازه. همون کاری که جین یاد گرفت و بارها بعدش گفت برای اولین بار تو زندگیم حس کردم اختیار دارم، نه چون قوی تر شدم، چون جنگ رو تموم کردم. ما معمولاً فکر میکنیم خودکنترلی یعنی پیروزی در جنگ درونی، ولی حقیقت اینه که کنترل واقعی یعنی صلح درونی، یعنی بپذیری انسان بودن معنیش میشه میل داشتن، گاهی لغزیدن، اما در عین حال یاد بگیری خودت رو با مهربونی بلند کنی. حالا هر کدوم از ما یه کوه اورست درونمون داریم، یه مسیر سخت، پر از وسوسه، پر از خستگی، اما بالای اون قله سکوتیه که فقط وقتی تناب رو رها کنی بهش میرسی. پس وقتی امروز وسوسه ای رو حس کردی، فقط یه لحظه توقف کن، نفس بکش، ببینش، حسش کن و به خودت بگو من اجازه میدم این میل بیاد و بره بدون اینکه منو با خودش ببره. کنترل نفس یعنی همین، نه سرکوب، نه جنگ، بلکه آگاهی، پذیرش و مهربونی با خود، و شاید همین راز آرامش هم باشه. ازت ممنونم که تا اینجا با من اومدی، که به جای فرار از خودت تصمیم گرفتی خودت رو ببینی. این یعنی شجاعت واقعی. اگر این پادکست برات لحظه آرامش یا حتی جرقه ای از امید آورد، بدون که همین حس یعنی حرکت و حرکت یعنی زندگی. تا دیدار بعدی، قوی بمون، مهربون بمون و به یاد داشته باش تناب رو رها کن تا بتونی زندگی رو در آغوش بگیری.